هموطنان عزیز، حاضرین گرامی، نخست از همه تمام ساکنان وطن دوست و وطن پرور ولایت ختلان و هر یکی شما نمایندگان مردم سربلند و غیور و دلیر شهر باستانی کلاب را به افتخار جشن مقدس و بزرگ ملی امان سومین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان، اینچنین روز زبان دولتی صمیمانه تبریک میگویم. با چی کار را مخصوصا در شهر کلاب بنیاد کردن کارخانه‌های استحصالی بنفشه گرفته شده است و در رفتی سفر ما امروز یک چند کارخانه را به اتمام رسانیدیم و تنها یک کارخانه نساجی که در شهر کلاب امروز افتتاح گردید برای 500 جای کاری برای بانوان و زنان و دختران شهر کلاب باستانی و من سپارش دادم که کارخانه دویمی چنین کارخانه نساجی در شهر کلاب در ظرف 2 سال دیگر در یکی از گوشه‌های سر اهالی شهر بنیاد کرده به استفاده داده شود. دوستان عزیز، از امروز تا امروز عموما دایر به شهر کلاب باستانی ما راه کلاب ناحیه مومن آباد و راه شهرهای دوشنبه، کلاب، درواز، خارو، کلمه عقیده شهر کلاب و ناحیه شمسین شاهین را نیز به استفاده دادیم و داخل شهر کلاب در مجموع زیاده از 100 کیلومتر راهها تجدید و به سطح درجه بین المللی تعمیر و ساخته به استفاده داده شده است. اگر در زمان پیشتر از شهر کلاب به ناحیه شمسین شاهین 1 ساعت تا 2 ساعت، زمستان تا 3 ساعت وقت باشد، حاضر همگی در 30 دقیقه وقت از ناحیه به شهر کلاب مهیا که از شهر به ناحیه شمسین شاهین یا که به ولایت مختار کوهستان بدخشان رفت آمد آزاد در 4 فصل سال مهیا گردیده است، یا از شهر کلاب به ناحیه مومن آباد و منطقه های سیاحی چل دختران. چقدر راههای سطحی زمانوی، چقدر وقت صرف می شود، سوزشواری صرف می گردد و چقدر شماره صدمه ها کم می گردد. این همه غمخواری ها برای مردم خود شهر کلاب و منطقه های شهر ناحیه کلاب به شمار می رود. همچنین فرودگاه شهر کلاب پورا از نوسازی گردیده و تمام معیارهای سطح بین المللی مطابق گردانیده شد. ما شما خوب در یاد داریم در سالهای جنگ شهروندی سالهای 90 از شهر کلاب راهی که بسته شده بود دیگر به یگان جا برآمده نمیتوانستیم. حالا از شهر کلاب هر روز 4-5 تا سمالیات‌های کلان حجم مسافران را به تمام گوشه کنار دنیا برده رسانیده آورده ایستادند. این بسیار این رشد و ترقیات شهر قدیمه و باستانی ما شهر کلاب را نشان می‌دهد. و دیگر ما سال آینده برای شما برای رفت آمد به مرکز جمهوری پایتختی عظیم ما شهر دوشنبه و دیگر شهر نواحی مملکت بنیاد راه باختر دنگره گلستان شهر کلاب را شروع میکنیم. این هم برای شما پیوستن به شهرهای سطح بین المللی چه به طرف جنوب چه به طرف شمال امکانیت میدهد و رفت آمدی رانندگان مسافران را خیلی آسان میگرداند. طی سالهای صاحب استقلالی در قلمرو ولایت توسط تطبیق لایحه‌های دولتی سرمایه‌گذاری 2 نیروگاه برقی آبی با اقتدار عمومی 890 مگاوات، 37 نیروگاه برقی آبی خرد با اقتدار عمومی 1654 کیلووات، 290 کیلومتر خطای انتقال برقی 220 کیلووات، 4 زیرایستگاه نوی برقی 220 کیلووات و دیگر انفراستراکچور انرژتیکی با مبلغ عمومی 12.6 میلیارد سومانی
بنیاد و تجدید و از نوسازی کرده شدند. در دوره صاحب استقلالی در ولایت ختلان شماره مؤسسه‌های تأسیسات میانه کسبی نیز افزوده از 8 به 25 مؤسسه و شماره دانشجویان آنها از 7000 نفر به 29000 نفر رسیده است. مؤسسه‌های تأسیسات عالی کسبی در قلمرو ولایت طی دوران استقلال از 2 به 6 رسیده. حالا در آنها 50000 نفر دانشجویان تحصیل می‌نمایند که افزایش این نشان دهنده در 30 سال 9 برابر را تشکیل می‌دهد. با مقصد حل مسائل صحت تندرستی ولایت همچون منطقه اصم سیر اهالی مملکت در دوام سالهای صاحب استقلالی مبلغ‌زایی ساخت از حساب بودجه دولتی 1667 برابر زیاد کرده با 534 میلیون سومانی در سال 2021 رسانیده شد. شماره مؤسسه‌های طبی از 892 تا به 1703 رسیده است، یعنی 2 برابر زیاد گردیده است. تنها در دایره کارهای آبادانی و بنیادکاری به افتخار جشن 30 سالگی استقلال دولتی در حدود ولایت به مبلغ 600 میلیون سومانی 941 انشاءات ساحه تندرستی ساخته به استفاده داده شده است و این کارتون من احسان میکنم و باید ادامه دادنم در کار، چون که از همه ولایت سیر اهالی مملکت ولایت ختلان به شمار میاد. علاوه بر این در ساحه تندرستی ولایت باز یک قطار برنامه ها عملی شده ایستادند که بر رشد ساحه و باز هم بهتر گردیدن خدمت رسانی طبی و ساکنان ولایت مساعدت می‌نماید. بل خود همین روز یک اسباب رنگینی که در ولایت عموما وجود نداشت به شهر کلاب و کسالخانه شهر کلاب دو بسیار تکنولوژی پیشرفته و مبلغ‌های خیلی کلان هم هست توفیق کردم، دیگر سرسان سرگردان نمیشوند مردم. همدیاران عزیز، طوری که مشاهده می‌گردد عملی سازی نقشه و برنامه‌های سازنده حکومت مملکت بر رشد و ترقیات بی‌سابقه شهر نایای ولایت ختلان مساعدت کرده. در آینده نزدیک شهر نایای ولایت و دهات آن باز هم آباد و زیبا و سطح و صفت زندگی ساکنان خیلی بهتر می‌گردد. شما با واسطه تلویزیون دیدین در نایای واسه در جماعت دهات رودکی مهمانخانه حاضره زمانوی، خواب شرایط خوب، راه و کوچه ها، ورزشگاه ها، جاهای تاریخی چقدر آباد و زیبا گردانیده شدند از جانب صاحب کاران. احسن به صاحب کاران ولایت همین است. نهنگنامه وطنداری همین است و تاجیکستان آهسته آهسته زینه به زینه میگه که با شامل میشد کشورهای متمدن جهان. همدیاران عزیز، طوری که مشاهده میگردد عملی سازی نقشه و برنامه‌های سازنده حکومت مملکت بر رشد و ترقیات بی‌سابقه شهر نایای ولایت ختلان مساعدت کرده. در آینده نزدیک شهر نایای ولایت و دهات آن باز هم آباد و زیبا و سطح و صفت زندگی ساکنان خیلی بهتر می‌گردد. استفاده ثمرناک ذخیره و امکانات‌های موجوده و تامین نمودن پیشرفت منبع اقتصادی و اجتماعی ولایت پیش از همه و زحمت صادقانه و عزم و تلاش سازنده، اینچنین حس وطندوستی و وطن پرستی هر یک رهبر، شخص مسئول، متخصص و هر یک ساکن ولایت وابسته می باشد. اطمینان دارم که مردم وطن دوست با ننگ و ناموس و متین اراده ولایت ختلان خصوصا با در نظر داشت وضع جهانی امروزه منبع نیست در حفظ دستاوردهای تاریخی خلقمان و حمایه منفعت‌های دولت و ملت کهن بنیادمان با حس بلند ملی هوشیار و آماده خواهند بود و با زحمت صادقانه و صافدلانه خود این گوشه وطن محبوبمان را باز هم آباد و پیشرفته خواهند گردانید. برای رسیدن به چنین روزهای آسوده و با سعادت، یعنی حفظ استقلال و آزادی، برقرارسازی ساخت کنیسانی، صلح و آرامی، ثبات سیاسی
و وحدت ملی مردم وطن دوست ولایت کتلان و خصوصا ساکنان غیور و دلیر شهر باستانی کلاب فداکاری و جانثاری های زیاد کردند که دولت و حکومت و مردم قدرشناس تاجیکستان خدمتی تاریخی آنها را همیشه عرض می‌گذارند. بار دیگر کل مردم میهمان نواز و سربلند و وطن دوست ولایت کتلان شهر باستانی کلاب و همه شما حاضرین ارجمند را بار دیگر به افتخار 30 سالگی استقلال و آزادی وطن محبوبمان و روز زبان دولتی صمیمانه تبریک گفته به خاندان هر یک ساکن ولایت سلامتی و خوشبختی، اقبال نیک و فیض و برکت آرزو می‌نمایم. دائما خوشبخت و پیروز باشید همدیاران عزیز. سلامت باشید. کانال ما در سامانه یوتیوب همنوا ابونه شو و از ویدیوهای نو با خبر باش.